سلام به همه دوستای عزیز. امروز قراره در مورد موضوعی صحبت کنیم که میتونه زندگی شخصی و حرفه‌ای شما رو متحول کنه. 10 روش طلایی برای بهبود و تقویت روابط اجتماعی. پس اگه میخواین ارتباطاتتون رو بهتر کنین، جذابتر به نظر برسین و راحتتر با دیگران ارتباط بگیرین، این ویدیو رو از دست ندین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک یادتون نره و با سابسکرایب کردن کانال ما همیشه از جدیدترین ویدیوها با خبر بشین. آماده این؟ بزن بریم. 10 روش طلایی برای بهبود و تقویت روابط اجتماعی. اگر می‌خواهید در زندگی اجتماعی گفتگوهای بهتری داشته باشید، ایده‌های بهتری رو در حین کار خود از دیگران دریافت کنید یا ارتباط بهتری با خانواده خود برقرار کنید، 10 نکته ضروری زیر رو برای یاد گرفتن برقراری ارتباط مؤثر در نظر داشته باشید. 1. مراقب زبان بدن خود باشید. گفتگوی خود را با طرف مقابل آغاز می کنید اما هنوز دستای خود را زبدری در آغوش گرفته اید. یک گارد محکم. میگویید گوشتان با کسی است که سخن میگوید اما هنوز چشم از گوشی همراهتان بر نداشته اید. نشانه های غیر کلامی و غیر نوشتاری آشکارتر از آن چیزی هستند که ما فکر میکنیم. این موضوع مهم را فراموش نکنید که حتی اگر کلمه ای حرف نزنید باز هم در یک ارتباط قرار دارید. راه دیگر این است که زبان بدن را بیاموزید تا بتوانید پاسخهای بهتری به کسی که با او صحبت می کنید بدهید. 2. آ را حذف کنید. آ و و هر صدای اضافه‌ای که در زمان ارتباط با دیگران از دهان شما بیرون می آید، بهبود ارتباط را دچار اختلال می کند. برای آنکه قانع کننده تر به نظر برسید و یا اعتماد به نفس شما بیشتر و واضح‌تر باشد، این صداهای اضافه را حذف کنید. راه‌های زیادی برای حذف این حروف اضافه است. اول دستای خود را از جیبتان بیرون بیاورید. مطالعات نشان می‌دهد که وقتی دستای خود را محدود می‌کنید، میزان استفاده از این حروف اضافه بالاتر می‌رود. حفظ خونسردی، راحت بودن، قطع کردن سخن و تمرین از راهکارهایی است که از میزان استفاده از این کلمات اضافه در کلام شما می‌کاهد. 3. برای صحبت‌های کوتاه آماده باشید. گفتگوهای کوتاه هنری هستند که اکثر مردم بر آن تسلط ندارند. این مهارت برای برقراری ارتباط با کسانی که آنها را خیلی کم می‌شناسید و نیز گریز از سکوت‌های اجتناب ناپذیر در میان گفتگو بسیار کاربردی است. می‌توانید درباره روش‌های مختلف ایجاد، ادامه و پایان یک گفتگوی کوتاه مطالعه کنید و یا توانایی‌های خود را در این زمینه بسنجید. این مهارت به شما کمک می‌کند که در به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود با دیگران و یا یافتن زمینه‌های مشترک فکری با طرف مقابل در زمان کوتاه توانمند شوید. صحبت‌های کوتاه در دراز مدت می‌تواند شما را شادتر کند. 4. یک قصه بگویید. داستان‌ها پرقدرت هستند. آنها ذهن ما را فعال می‌کنند و ما را متقاعد کننده تر نشان می‌دهند. گاهی مؤثر کردن یک ارتباط نیازمند یک داستان خوب است. کلمات و یا قوانینی را که به روایت شما ساختار می‌دهد بیاموزید. موضوع را با سخنان خود هماهنگ کنید. روی آن تمرکز کنید و با گفتن عباراتی مثل ما که، اما اینطور شد که، یک نقطه عطف در آن ایجاد و آن را به موضوع کلام خود مرتبط کنید. 5. حرف دیگران را تکرار کنید و سوال بپرسید. تکرار چند جمله یا کلمه آخر طرف مقابل به او این حس را می‌دهد که به حرفایش اهمیت می‌دهید. اگر از او درباره همین جملات نیز سوالی بپرسید، دقت خود را به او نشان داده‌اید. این راه حل برای داشتن یک گفتگوی کوتاه و یا پر کردن سکوت‌های عجیبی که گاه میان یک مکالمه اتفاق می‌افتد، مورد مناسبی است. این را جایگزین صحبت درباره موضوعاتی معمولی و دم دستی مانند وضعیت آب و هوا کنید.
گاهی از آخرین کتابی که او خوانده و یا برنامه‌ای که برای تابستان خود ریخته است بپرسید. به یاد داشته باشید که در یک گفتگوی موفق شما باید بیشتر هیجان زده باشید تا هیجان انگیز. 6. حواس پرت نباشید. از شر هر چیزی که حواس شما را پرت می‌کند خلاص شوید. صحبت کردن با تلفن وقتی شخصی با شما در حال سخن گفتن است بسیار بی‌ادبانه به نظر می‌رسد. شاید نتوانید در طول مکالمه از گجت‌های خود جدا شوید، اما چک کردن آنها در زمانهای خاصی که کلام طرف مقابل را قطع و حواس شما را پرت نمی‌کند بر ارتباط شما تأثیر منفی کمتری می‌گذارد. 7. از چشم مخاطب خود بنگرید. مخاطب شما چه کسی است؟ مدیران، کارگران، کودکان، خانواده؟ کدام؟ در برخورد با هر مخاطبی شما باید سبک خاص همان گروه را دنبال کنید. وقتی سعی می‌کنید پیام خود را به افراد برسانید، از دید آنها نیز به قضیه بنگرید و پرسپکتیو نگاه آنها را در ذهن داشته باشید. 8. مختصر و خاص باشید. این یک سیاست خوب همزمان برای ارتباط کلامی و نوشتاری است. روشن و مختصر سخن بگویید و در عین حال درست، منسجم، کامل و با ادب باشید. این شیوه را در ایمیل‌های خود به کار بگیرید تا تأثیر سریع و مستقیم آن را در پاسخ‌ها به وضوح ببینید. 9. همدلی کنید. ارتباطات یک خیابان دو طرفه است. اگر تمرین کنید که دیدگاه مخالف خود را نیز ببینید و بپذیرید، مشکلات و اضطراب‌هایی را که در طول تلاش برای ارتباط با دیگران تجربه می‌کنید، کاهش خواهید داد. افزایش همدلی ابزار کارآمد شما برای درک بهتر از قطعات ناگفته ارتباط با دیگران است. ضمن اینکه به شما کمک می‌کند تا پاسخگویی مؤثرتری داشته باشید. 10. گوش کنید. واقعاً گوش کنید. همه مهارت‌های ارتباطی لازم و مهم هستند، اما مهمتر از همه آنها این است که واقعاً به صحبت‌های کسی که با شما سخن می‌گوید گوش کنید. بخش‌های کارآمد و منحصر به فرد ارتباط شما همان بخش‌هایی هستند که ارتباط ظریفی با گوش دادن دارند. این کار باعث می‌شود که حتی اگر سبک مشابهی ندارید، بر روی یک موضوع مشترک متمرکز شوید. در پایان، اگه این ویدیو براتون مفید بود، حتما لایک کنید تا ما هم بدونیم دوست داشتید و محتوای بیشتری از این نوع بسازیم. سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای جدید ما رو میبینه.